میگه اگر گناه کردی، اشتباه کردی، تو توبه نامه رو بنویس، امضا کردنش با ماست. تو بنویس یک صفحه خدایا توبه کردم. خدا میگه من امضاش میکنم، قبولش میکنم. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. خدا داره میگه دلت را خانه من کن. دلت باید خانه خدا باشه، خانه خدایی که ملائکه ها طواف بکنن بر دل تو. دلت نباید خانه شیاطین باشه. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. غیر از خدا کی میتونه درد دلها رو مداوا بکنه؟ این خداست که درد دلها رو گوش میده. این خداست که با ادب به صحبت بندگانش گوش میده. از خدا بهتر دیدی؟ با ادب تر دیدی؟ با دوست صحبت میکنی، یک دفعه حرف تو قطع میکنه، تو حرفت میپره. ولی خدا شده که تو حرف باش بزنی تو حرفت بپره؟ 2 ساعت با خدا حرف بزن، خدا تو حرفت نمیپره، حرف تو قطع نمیکنه. یک پارچه خدا گوش میده که این بندی من چه خواستی داره، چه درد دلی داره. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من.